میگن شاگرد عزیزت ریپ با سر کرده چی گفتنی؟ حاجی شهباز و دیگر ریپ میخونه، سعید میخونه، چی کار میکنه؟ دسته با همراه حافظ رقاصه کشیدی رقص ریپ سرایندگی را میآموزی. حتی کنکورس داشتی، کنکورس میآموزی. المهم کی برادر عزیز نماز میخونی نمیگن، قرآن میخونی نه. چی قدر هم که نگیم تو اینکه الله سبحانه و تعالی هدایت نده کو بیس پلیز نه. آره پادینی بلیت مرا دایر گذرد. و علیکم السلام. رحمت کلان، شکر خدا. سه سوال شده که های بفرما آزا جان. همه میگن شاگرد عزیزت ریپ با سر کرده چی گفتنی؟ بسیار میگن ورود نصیحت کرده بودیش. آخه دیگه پیش شما آزا جان بسیار یعنی پنیاتی رسیجی میه، یعنی ماری و دوجه میدره معروف حاجی معروف ایون بواری نداریم. مثال بگیریم رمضان رالیک شال بواری نداریم، از دورم حاجی شهباز ایوشم بواری هم نداریم. لک بسیار سوالا میشه در بین بیامون همون چیزا را ما دیگه سوال نداری. پس همین سوالا رو میکنه که از بهترین دوخی ها همگی 800 روبل بینیم برای توفه کردن. چند نوعی دوخی ها هستی برای پر معلومات بر رقم ها روی اکران. سوالو چی بود؟ اویدشون نمیسی. راستش من همین چیزا را بسیار میفهمم. در دوشنبه بودم بسیار بگیم تکلیف کرد حاجی شهباز که بیا بشینیم، بیا یک دیدار کنیم. بگیم استودیوش نشون داد، گفت بیا یکان قرائت ضبط که مثلا بخوام ضبط کنیم دیگه و دیگه. مثلا معاملهش رفتار خو خیلی بهشقی 5-6 بار زنگ زد، گوش پوش اساسی تیار کردگی دیگ بکش نشون داد که بیا 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 بیا. المهم که رفتن نتونستم سببی که یعنی کار داشتم در تاجیکستان با همراه برادرها و رفیقا، از هم خاطر رفتن نتونستم. اما تاش تو وای ریپ سر کرد یا اینکه نکرد، یعنی الله سبحانه و تعالی هدایت دهنده است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. یعنی اونی که ما بخواهیم اون هدایت نمیوه، اونی که الله بخواه همون هدایت میوه. یعنی یگانه ما میتونیم بگیم که الله سبحانه و تعالی هدایت بده و توفیق. و دیگر ریپ میخونه، بیت میخونه، چیکار میکنه دست همچون برادر، همچون بگیم رفیقی و دوست. هر کسی که لا اله الا الله بگه ما برادر رو دوست میداریم، نه بسته اونه که چی عمل داره. ما حرکت میکنیم که چیکار کنیم دوستش بداریم، نه که عملش بد ببینیم تو اینکه با همراه اهل علم ما رفتار کنیم و اونها را با همراه اهل علم رفتار کنیم تو اینکه از اونها یعنی یگان چیز بهره ببرن. چونان که میگن خربزه رنگ میگیره و انسانی که بگیم با همراه اهل علم بشنگر علم میآموزه، با همراه حافظ رقاصه کشیدی رقص ریپ سرایندگی را میآموزی. حتی کنکورس داشتی کنکورس میآموزی. المهم که این چیز مهم نیست. مهم چیه که عین حال در کارخانه ما عکسیه دوخی ها بگیم پیش 10,000 هم خیلی بدن. عین حال میورا ما عکس کردگیم چند نوع دوخی ها بسیارتر میشه و ترکا خلاصه به همگی 800 روبل به تمام شهرهای روسیه را با واسطه یعنی پوچته قطعی روان کردن میتوانند برادران عزیز. و همچنین بسیاری ها در بابت جن شیاطین شکایت میکنن. ما یگان چی گفتن نمیتونیم، یعنی فقط ما اونها را توصیه داده میتونیم که برادر عزیز نماز میخوانی نمیگن، قرآن میخوانی نه. یعنی الله سبحانه و تعالی اونها را به یگان سبب بیماری یعنی بیماری جن شیاطین نمیکنه، یعنی بیماری سحر و جادو مبتلا اونها نمیکنه. شاید که سبب کنه نماز اطاعت عبادت الله دورن، الله مبتلا همون سحر و جادوشون میکنه تو اینکه چیکار کنن به طاعت عبادت الله مشغول باشن، پروردگار خود را بشناسن. الله نیابانتان باشه. یعنی بسیاری رقیه ها هستن میتونن که گوش کنن دیگه و دیگه و دیگه. خلاص گپ چی قدر هم که نگیم تو اینکه الله سبحانه و تعالی هدایت نده کو بیس پلیز نه. در این بابت به نهایت بسیار ویدیو کرده هستیم. خلاص گپ کارخانه ما بسیاری ها در هر بابت بگیم هر چیز داده پرسان میکنن. اینا دوخی برای توفه کردن
به نهایت دوخی خوبه برای زنها. برای یگان اکسیا نمیکنه، یگان توفه پدرکه، یگان تخفیفی اینه یکی از بهترین دوخی چی ساعت ها رولکس. این اول بسیاری میگن که پدلکر رکلام کیسه. اینه رولکس به نهایت چی خوبه. میگم یک چی داره که نمیشه شکستیم لیک کار میکنه. کسی که در کار باشه کسی کمیتر خوب بنویسه این کمیتر چی شوه تا برای همین ویدیو این ساعت توفهشون میکنیم. اینه میگیم ساعت رولکس قدر کمیتر یکنم همونقدر فرصتشون زیاده حرکت میکنیم چه رزو پروگرام انتخابش کنیم یا اینکه پروموی فیلم تلیستر میکنیم کدوم دیگه نصیب گردونه ساعت رولکس توفهش میکنیم. میتونه کی فروشش میتونه کی استعمالش کنه. خب دیم اکسیه ما یکنین در 3000 روبل میتونه چیکار کنه صاحب 5 چیز شوه. یکی از دوخی ها تری دوخی بگیم دوخی اسب چیز تا دوبای است که خدمت زدگی آوردگی شونم صاحب میتونه یک دوخی شده 3000 روبل یک دوخی. خب دیم یکی از ماشین‌های صلاح جامعه این حال اکثر است صلاح جامعه یا تا صاحب ایشوا میتونه که صاحب ماشین که ردمی بله نوشنیک شوا میتونه که صاحب جای نمازی سفری مده این چینه پاکت پرایر مچ چه نستگی خلاصی گفت دبلوش چی داره. یکی از بهترین تسبیح های دستی بگیم الکترونی خلاصی که به همین 4 چیزه نه 1 2 3 4 5 چیزه همگی در نرخ 3000 روبل میتونه که خریداری کنه و بسیار چیزها در ما هست. بگیم این نوشنیک‌ها بگیم بهترین نوشنیک‌ها هستند برای اسپورتسمن‌ها به نهایت چیز خوبه همگی به نرخ 2000 روبل بگیم میتونه که خریداری کنن. نوشنیک‌ها خوبن ارزنده هستند همین نرخ راستش بگم اگر ما همینا رو خود ما پیش قیمت می‌خریدیم پدل کوشه یا بگیم فرم خوگان به نهایت فرم خوبه یعنی است وقتی که میزنی آواز هم از این طرف میشنوی و هم از داخلی هر چیزی که در اینجا میخونه مردمی که در گرد اطراف هستند اونها نمیشنوند و این خیلی مثال میزنی اسپورتسمن باشه اگر به نهایت چیز خوبه یعنی نمیغلطه. مثلا اگر بکسی رو تم کنی نمیغلطه خلاص که میجنبی چقدر که معقولته خلاص گپ نمیفتن. خب نرخ شبکه 2000 روبل ضررتش خوب میبره. میتونید برای پر معلومات برای رقم ها روی اکران زنگ بزنید ان شاء الله که برادرها در خدمت هستند و همچنین دوخی های بهترین شیخ شیوخ در ما این حال هستند میتونید که ان شاء الله زنگ بزنید معامله خوب کرده میتونید ارزان کرده میتونید. بله قاید الفرسان نه یا برادر بگیم پرسیده بده میره فرسان اینها این حال اومدگی میتونید که چوکنین زنگ بزنین برادرها در خدمت هستند میتونین که به تمام شهرهای رسیده بوسته پشت رو کنیم و همچون اپیدیوم پست این حال عکس رفته است همگی 400 روبل چیکار کنین میتونین که زنگ بزنین و خریداری کنین. ام پلوس مجنون پلوس یکی از بهترین داروهای برای انسانان پرستاتی دارن ای بگیم در هیچ جا نیست ام پلوس نیست این مجنون پلوس 3000 روبل میتونین که ان شاء الله خریداری کنین. این چیز بسیاری ها اجدا داشتن این حال بگیم اومدگی در ما وجود داره برای انسانانی که عصباشون خرابه. ارلکس یکی از بهترین داروهایی که بگیم عصب انسان آرام میکنه و وستانه ولید میکنه سرشه. خلاص گپ و دیگر نوع نوشنیک‌ها هم هست در ما بگیم ارزانتر و قیمتتر برای بعضی خواهرها بگیم این نوشنیک‌های خوب بهترینن 1000 روبل میتونید که ان شاء الله چوکنین زنگ بزنین واسطه این خیلی نوشنیکاش نوشنیکای سیاه بگیم واکوم نیان و ساعت ها هم هست ماشین‌ها چند نمودش هست برای پروفسیونالی بگیم انسانانی که بر برشاپ هم پروفسیونال نیان برای همون ها نمیار توصیه داده می شود و همچنین ماشین‌ها چند نوعش دما هسته. یکی از بهترین ماشین‌هایی که بگیم فیرم خدمانی به نرخ دسترس 2000 روبل کیس میز همش قطعی اینا ببینین گیران می شود 32 کارس داره. بگیم کسی که مادران پیرانسال دارین پدران پیرانسال دارین میتونین که چو کنین همین را خریداری کنین. بگیم پاهاشون در میکنه میان در میکنه استمهره در میکنه هر عضو بدنی که در میکنه میتونین که با واسطه همین مساج شون کنین.
همگی 2000 روبل. این خیلی کیس داره. کیس اینه ها. این خیلی میمونیش. خلاص گپ اینه ها. محکم یه فرات قطید میگیری میبریشه. فیلم صلاح جامعه. خب بسیار چیزا الحمدلله در ما وجود هسته به نرخ ارزان. بگیم میزرار توفای هر کسی که مینوکسیدیل میخره و همچنین سیمینه هسته، چورنتمینه، آبی زمزم هسته، قرآن ها هسته به نرخ دسترس، به نرخ ارزان و بسیاری چیزا الحمدلله هسته. فقط برای پر معلومات یک بار تماس میگیرین و برادر انشالله که در رقم ها جواب میگن و در خدمت شما هستن. نگفته نمونه که صلاح جامعه پوشینکا این حال عکس رفته است. 500 روبل زنگ بزنین، ما انتظار زنگ شما هستیم. فی امان الله. السلام علیکم.